سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، همه عزیزانی که در دلشان عزم و اراده خانه الله سبحانه و تعالی هست، که امیدوارم همه عزیزان چنین باشم. خدمت همه شما عاشقان و دلباختگان کعبه معظمه و مشرفه، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسات گذشته پیرامون این که درسی که از حج میگیریم باید در زندگی ما و اعمال ما رنگ و بوی ابراهیمی بیاید، ابراهیم علیه السلام، و دیگر این که باید یک بنده مخلص الله سبحانه و تعالی شویم. و نکته دیگر و درس دیگر این بود که ما وقتی با یک مکان و یا یک زمان و با یک شخص عظمت و بزرگی را قائلیم، او عظمت و بزرگی را از لابلای قرآن جستجو می کنیم و پیدا می کنیم. حالا درس دیگری که از این سفر حاجی عزیز ما میگیره در جریان احرام و تلبیه هست. قبلا اشاره کردیم یا در برنامه‌های گذشته اشاره شد که هدف از این برنامه این نیست که ما بیاییم احکام را بیان کنیم، احرام چگونه باشه، چگونه ترتیب بشه، ممنوعات احرام در این راستا. هدف اینه که ما دروس مشایخ دیگر، علمای دیگر، اساتید بزرگوار پیرامون احکام حج و مسائل در این روزها یقینا صحبت‌های دارن و صحبت‌های می شود. بحث ما درس‌های از حج هست. حالا حاجی محترم نیت احرام داره و احرام میبنده. به طور خلاصه احرام همینه که شخص نیت حج میکنه، از میقات عزم و اراده حج داره و عزم و اراده طواف و سعی بین صفا و مروه و همون مراسم و مناسکی که در حج اجرا میشه، این نیت را در دل داره. و اون لباسی که دو چادر هست و دو لباس مردها میپوشن که از خود شرایط خاص داره و خانمها همون لباسی که دارن همون به تنشان هست، الا که رویشان باز در وقتی که محرم هستن و در جایی که با اجنبی ها و بیگانه ها و نامحرم ها روبرو میشن میتوانن روی خود را بپوشن. و در این قسمت حالا احرام، درسی که ما از این احرام میگیریم و یا این که وقتی که نیت کردیم و به احرام داخل شدیم و محرم شدیم، اینجا شعار لبیک را سر میدیم. همه با این شور و شوق و اشتیاق، با این فریاد لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک. این شعار کاملا شعار توحیدی
شعار است که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی حاجی این شعار سر میده، همین هست که اون نمیشنوه، هم نوا با صوت و صدای حاجی هر جایی که صدایش پخش میشه، از کنار هر سنگ و درختی که عبور میکنه اونها همین شعار سر میدن. و رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که شما این شعار با او عظمت و بزرگی که این شعار داره، شما باید این را با آواز بلند، برای مردها بلند هست و برای خانمها آهسته. حالا حاجی محترم به احرام داخل شد. دروسی که در این مرحله نهفته هست چیست؟ پوشیدن احرام. حالا مثلا لباس احرام رو پوشیدیم، محرم شدیم. در لباس دو چیز شرط هست. شرط اول اینه که پاک باشه و شرط دوم اینه که دوخته نباشه برای مردها که لباسی که انتخاب شده. از این چی درس میگیریم؟ درس اول اینه که الله پاکیزه هست، نمیپذیر جسم پاکی را. جسم باید پاک باشه، روح و روان پاک باشه. درسی که میگیریم اینه که سرمایه‌ای که در این راه سرمایه گذاری شده باید پاک باشه. جسم پاک، روح پاک، پولی که در این راه صرف شده و مصرف شده و از پولی که شخص عازم این سفر میشه باید پاک باشه. الله سبحانه و تعالی آن وقت میپذیره. دوم، دوخته نباشه. در این که علما اشاره میکنن که چرا دوخته نباشه، همانطوری که بحث دوختن یک تار هست، یک تار هست. در اینجا آمده که احرام باید که دوخته نباشه. همانطوری که خود تار باریک هست، یک رمزی در اینجا نهفته که حاجی باید این را بدانه و متوجه بشه. نکته اول اینه که حاجی محترم اگر به اندازه یک تار هم، مثلی که احرام تو گفته دخته باید نباشه، اگر به اندازه یک تار هم در این عمل تو ریا باشه، متوجه باشی که ارزش نداره. یک. دوم، اگر بین تو و بین پروردگار عالم به اندازه یک تار هم نعوذ بالله شرک باشه، بازم متوجه باشی پذیرش نداره. آیات قرآن هست. قرآن میفرماید ادعونی استجب لکم. بین پروردگار عالم و بین الله هیچ چیزی باید حائل نشه. حرفی داری که با هیچ کس گفته نمیتوانی، با الله بگو. الله ستار العیوب هست، غفار الذنوب هست. الله حلال المشکلات هست. پس در این قسمت دروسی که ما از این میگیریم اینه که یک تار هم به اندازه ضعیفی، یک تار هم متوجه باش که بین خود و بین الله سبحانه و تعالی هیچ چیزی را، به همین اندازم چیزی را نگاه ندار. فقط راز خود را با پروردگار عالم بگو. دیگر این که وقتی احرام می پوشید، لباس احرام را به تن کردید، چی درسی داره؟ اینه که لباس های رنگارنگ می پوشیدید، لباس هایی که خیلی مجلل و زیبا. الان همه تجملات را کنار گذاشتید، از همه قطع کردید، آرایش را یک گوشه گذاشتید، زینت را یک کنار گذاشتید.
حالا دیگه به فرموده الله سبحانه و تعالی که تو بنده الله هستید، حالا دیگه میخوای اظهار بندگی کنید. ای الله من بنده تو هستم، سرباز تو هستم، آماده هستم، لباس رستن بکش، این لباس رو بپوش، پوشیدم. این درس را میگیریم که الله سبحانه و تعالی میخواه انسانها را، بندگان خود را آزمایش کنه که آیا اینها تجملات کنار میروند؟ آیا اینها از این آرایش ظاهری دنیا کنار میروند؟ اینجا این درس، این سفر برای ما میده درس عبودیت و بندگی. دروس دیگر چیست؟ درسای زیادی داره این احرام. بعد از یک میان برنامه دروس دیگر بیان می شود. با ما باشید. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. درس های از حج. گفتیم که در احرام دروسی نهفته هست. درس اول در احرام این بود که وقتی لباس احرام رو می پوشیم باید پاک باشه و در این سفر باید که جسم ما، روح ما و روان ما همه باید پاک باشه. و همچنین سرمایه‌ای که در این سفر مصرف میکنیم. دوم از تجملات گفتیم که انسان قطع میشه و یک سلسله آرایش و زینت و اینها را انسان کنار میگذاره. دروس دیگر وقتی لباس احرام شخص پوشید، حالا دیگه الله سبحانه و تعالی میخواه این را برای تو حاجی محترم بفهمانه که حالا دیگه بفهم که قضیه برادری هست، برابری هست و همچنین مسئله اینه که فرق بین عرب و عجم و فقیر و غنی. اینجا تو انسان از این احرام این درس رو میگیری. کنار تو فقیر نشسته هست، همون لباسی که تو داری فقیر داره، همون احرامی که تو بر تن کردی فقیر داره، عرب داره، عجم داره، همون لباس. پس اینجا انسان متوجه می سازه که انما المؤمنون اخوه. درس دیگر احرام شباهت به کفن داره. ای انسان امروز موقتا این کفن به تن تو شده، روزی برای همیش این کفن رو می پوشی تا این که از قبر برانگیخته می شوید. انسان متوجه آخرت ساختن، متوجه کفن، اینها دروس حج هست. به اینه که علما و بزرگان میفرماین وقتی که در ابتدا قبل از احرام غسل میکنی بیاد غسل میت باشی، وقتی لباس احرام رو به تن کردی بیاد کفن باشید. پس این دروس حج که برای حاجی محترم میده. دیگر این که زدودن صفات خبیثه و رذیله از وجود. چگونه؟ بعضی وقت لباس انسان را متکبر می سازه. لباس قشنگ و زیبای انسان پوشیده، لباس قیمتی، او سبب کبر و غرور و خودخواهی انسان میشه. اما وقتی که احرام به تن میکنه دیگه حالا کسی نمیشناسه که این پادشاه صاحب هست یا وزیر صاحب هست، نمیدانه که این آمیر هست یا مأمور هست، نمیدانه این فقیر هست یا غنی هست، نمیدانه این عرب هست یا عجم هست. این لباس احرام صفات خبیثه و رذیله از وجود انسان دور میسازه، مثل تکبر و خودخواهی و غرور و انحار. پس این دروسی که در احرام نهفته بود. حالا وقت احرام بستیم این شعار را سر میدیم، لبیک اللهم لبیک.
این تلبیه به ما دروسی داره. چنین نمیشه که ما بالاخره حرکت بکنیم، احرام رو بستیم و بعد شعار خوب بلند فریاد بزنیم، اما متوجه نباشیم که ما این تلبیه را او چیزی که از ما میخواهد آیا ما انجام دادیم یا ندادیم. دروسی که در تلبیه نهفته چیست؟ اولا چی معنا لبیک اللهم لبیک؟ به طور خلاصه و فشرده معنا اینه که به خدمت استاده هستم، یعنی با محبت به خدمت استاده هستم. فرمان الله هست. کی گفت حج برو؟ الله. کی گفت احرام بزن؟ الله. کی گفت حرکت بکن طرف مکه مکرمه؟ الله. حالا به فرمان الله حرکت کردی، این فرمان الله هست. احرام بستی، صوت و صدای الله را گویا میشنوی و تو فریاد میزنی لبیک، خدمت استاده هستم ای الله، گوش به فرمان تو هستم. حالا دروسی که این برای ما داره اینه که شخص وقتی حج میآیه اگر گناهان زیادی داشت، مثلا ربا، بیع و شرایش به ربا بود، مثلا بحث نعوذ بالله به قمار و به رشوت و به زنا و به اینها، حالا وقتی که تصمیم و اراده حج میکنه باید که انسان تائب بشه، توبه کنه و بالاخره رجوع به سوی الله سبحانه و تعالی داشته باشه. اگر حاجی هنوز بیع و شراء، خرید و فروشش مسائل ربوی بود، الله میگه ربا را ترک بکن، این انسان اگر لبیک من به خدمت استاده هستم، ربا را ترک نکنه، سود را ترک نکنه، لبیک قماربازی را ترک نکنه، لبیک اعمال زشت و ناروایی که داشته و بعدن هم ترک نکنه، این لبیک گفتنش به دردش نمیخوره، لا لبیک میشنوه. لبیک وقتی زبان میگه باید قلب تصدیق بکنه. متاسفانه بعضی از انسانها با چشم دیده میشن، در اثنایی که لبیک میگه سیگار به دهن داره، پوف میکنه و بعد میگه لبیک اللهم لبیک، استغفر الله استغفر الله. این لبیک گفتن چی به دردش میخوره؟ به خدمت استاده هستم. به خدمت چی استاده هستی؟ ای انسان فکر بکن، با خدا راز و نیاز داری. همه انسانها را فریب دادی اما خدا را پروردگار را فریب داده نمیتوانید. انسان غیبت بکنه بعد بگه لبیک، تهمت بزنه بگه لبیک، رشوت بخوره بگه لبیک. لبیک به ما دروسی داره. لبیک گفتن وقتی ما میگیم به خدمت استاده هستیم یعنی چی؟ یعنی ای الله من به خدمت استاده هستم، آنچه که تو مرا امر کردی با جان و دل میپذیرم و عامل میشوم و آنچه که تو مرا نهی کردی فرمان توست، من خود را از او باز میدارم. حلال تو را حلال میدانم، حرام تو را حرام، به حلال نزدیک میشم و از حرام خود را دور میدارم. پس اینه که لبیک اللهم لبیک. حالا وقتی میگیم لبیک اللهم لبیک، دروس این چیست؟ در این چند نکته نهفته هست. اول این که ما را وادار به تفکر می کند. لباس پوشیدیم به فرمان الله سبحانه و تعالی، حالا شدیم سرباز الله، سرباز الله هستیم. حالا ما در یک میدان رزمندگی قرار داریم، دشمن پیش رو هست، در این مراسم ما میریم دشمن رو میزنیم. لباس پوشیدیم، لباس احرام، کفن رو پوشیدیم. یعنی چی؟ یعنی ای الله تا
نفس در رمق هست، یعنی با اون آیه عمل میکنیم وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ما چنان گوش به فرمان هستیم تا لحظه ای که مرگ به سراغ ما بیایه. این درسی که احرام و این تلبیه به ما. و بعد میگیم لبیک اللهم لبیک، به خدمت استادیم بار الها، به خدمت استادیم، گوش به فرمان تو هستیم بار الها پروردگارا. نکته ای که دیگری در این تلبیه نهفته هست اینه که وقتی میگیم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، به خدمت استادیم، شریکی برای تو نیست. در اینجا یک بحث هست، از شرک بیزاری میجوییم و به طرف توحید حرکت میکنیم و بعد میگیم تمام حمد از آن توست، صاحب نعمت تو هستی، پادشاه حقیقی تو هستی. باز در اخیر میگیم لا شریک لک، شریکی برای تو نیست. این تلبیه چندین درس داره که باید دروس این را ما در زندگی خود و خصوصا در این سفر خود ما پیاده بنماییم. شرک را بشناسیم، توحید را بشناسیم، حمد از آن کیست و صاحب نعمت کیست و چی کسی باید تشکری داشته باشیم. پس ادامه درس های تلبیه و برنامه های بعدی انشاءالله اگر عمر باقی بود بیان می شود. پروردگار عالم به ما توفیق بده که وقتی عزم و اراده این سفر مبارک را می نماییم قبل از آن دروس حج را مطالعه کنیم، بشنویم، تا اینکه حج ما حج مقبول و مبرور به پیشگاه پروردگار عالم واقع بشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به ذات یگانه می سپارم. شاد و موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.